تا حالا شده به این فکر کنی که زندگیت دقیقاً داره به کدوم سمت میره؟ ببین میدونم منو نمیشناسی و این اولین ویدیو چنل ماست و میخوام همین اول کاری بدونی که میخوام باهات رک و صادق باشم و حرفمو بدون تعارف مستقیم بزنم. این ویدیو یه ویدیوی توسعه فردی یا انگیزشی و زرد نیستش. این ویدیو در مورد خودتو. زندگی که الان داری به واسطه گذشته‌ایه که داشتی و زندگی که توی آینده خواهی داشت به واسطه کارهایی که الان داری انجام میدی. هممون یه تصویری از اون زندگی ایدئال، از اون نسخه معرکه و خفن خودمون تو ذهنمون حداقل داریم. ولی سوال اینجاست که آیا داریم بهش نزدیک میشیم به اون زندگی، به اون ورژن، یا داریم ازش فاصله میگیریم؟ اگه میدونی کجای این مسیر هستی باید بگیم که کارت درسته. یا اگه با خودت داری میگی که بذار حساب کنم ببینم به کدوم اهدافم رسیدم، برنامه‌ام کدوم برنامه رو انجام دادم، اصلا برنامه‌ریزی داری، اصلا هدفی داری؟ اگه داری میبینی ببین رک. اگه میدونستی که داری به کدوم سمت میری، اگه میدونستی که چی میخوای، میدونستی در آینده میخوای چه شخصیتی باشی، چه وضعیت فیزیکی داشته باشی، چه پوششی داشته باشی، کجا زندگی کنی، چه کسب و کاری داشته باشی، چه خانواده و روابطی داشته باشی، احوالات چطوری باشه، کجاها رفته باشی، خانواده چه حالی داشته باشه و خیلی چیزای دیگه. اگه اینا رو میدونستی دقیقاً میدونستی الان کجای مسیر هستی، چه پروسه هایی رو طی کردی. ببین نمیخوام عوضی باشم ولی این یه حقیقته، تو داری ازش فاصله میگیری. تو داری آینده‌ای که میتونی بسازی و فدای الانت میکنی اگه نمیدونی که چی میخوای و چی کار میخوای بکنی. ولی بیا یه زاویه دیگه نگاه کنیم. تو الان نمیدونستی، اوکی، ولی تو قدم صفرم میخوام حداقل یه سرنخ بهت بدم که خودت حداقل شده یه گام کوچولو ورداری و بدونی که چی میخواد. حداقل با خودت صادق بشی، رو راست باشی و بگی چی میخوای. حداقل به خودت، بدون دروغ، بدون هیچ پنهانکاری، چون خودتی و خودت. ببین نسخه آلتیمیتی که من توی 35-40 سالگی دیگه میخوام بهش رسیده باشم یه همچین چیزیه. یه فرد خوش‌اندام و عضله‌ای، خوشبوش، خوش‌عطر، کسی که اهرم قدرت خانواده‌شه، عرصه کسب و کارش یک درآمد میلیاردی داره، تقریبا دنیا رو داره میگرده، روابط خیلی خوبی داره به خانواده و عشقش متعهده و هیچ گونه دغدغه مالی، سلامتی نداره. کسیه که میتونه به خیلی با قدرتش، با ثروتش کمک کنه. کسی که سرمایه های زیادی داره و خیلی ها رو پای کار آورده، داره بهشون حقوق میده و خیلی چیزایی دیگه که نمیتونم اینجا شرحش بدم دقیق تر و جزئی‌تر، چون برای خودم اصلا اهدافت، رویاهایی که داری و هر جا بودی برای هیچ کس کامل توضیح نده، برای هیچ کس، و فقط برای خودت داشته باش، چون ما انسانیم و اگه ببینیم یکی از خودمون بهتره سعی میکنیم اونو بکشیم پایین و این دلایل و این داستانا رو هم تو آینده برامون تعریف میکنیم که چرا ما اینطوری و چرا نباید در اون اهدافمون با کسی صحبت کنیم. ببین تو این مسیر خیلی شباهت هست. ما رویاها و اهدافمون شاید خیلی اشتراکات داشته باشه. خب همه سلامتی رو میخوان، همه میخوان که خانوادهشون دغدغه نداشته باشه، همه میخوان به اون چیزایی برسن که لیاقتشو دارن و خانوادهشون رو تو رفاه بذارن. همه اینا برای همه مشترکه. شاید هم بخوان تو دور دنیا بچرخن یا بدن خیلی خوبی برای خودشون بسازن. ببین میخوام بهت بگم که توی این مسیر رفیق تنها نیستی. تنهایی معنا نداره، چون منم یکم مثل خودت یه آدم معمولی، نه تو خانواده
خرپولی به دنیا اومدم، نه وکیل وصی دارم، نه پارتی دارم، هیچ کدوم. من خودمو دارم، خودم. و 5 سال تو همین فازام و سعی میکنم عادات مخربمو از بین ببرم، عادات بهتری بسازم و آدم بهتری بشم، حداقل برای خودم. حداقل شده انقدر. چون ببین میگن قطره قطره جمع گردد بانگی دریا شود. نمیخوام کتابی صحبت کنم ولی واقعیته. قطره قطره جمع گردد بانگی دریا شود. قدم به قدم تو میتونی به اون موفقیت برسی، یه شبه نمیتونی برسی. حتی اون فلان بازیگر معروفم میبینی که یه شب مثلا بازیگر اسکار شد یا فلان درآمد یهو کسب کرد، اون یه شبه نبوده، اون هزاران شب، هزاران روز، حتی بیشتر براش تلاش کرده تا به اون موفقیت یه شبه برسه. میخوام بگم ببین تنها نیستی، من هستم، اون رفیق اونم که داره این ویدیو رو میبینه هستش، خودت هستی، ما تنها نیستیم. و قراره که با هم دیگه یه نگاه بندازی، یه نگاه صادقانه، حداقل برای خودم. ببین من یه جایی تو ویدیوها میخوام که با هم تعامل داشته باشیم، کامنت بزنیم، بگین چیکار کردین چیکار نکردین، تا برای همدیگه هم انگیزه‌ای بشه، هم یه مقایسه خوبی داشته باشیم که ببینیم کجای کار بودیم. مقایسه منفی نه، مقایسه مثبت. در ما همه اینا هم حرف میزنیم. ولی یه کسی که نمیخواد مثلا کامنت بذاره که بگه من کجا رسیدم، ترس داره که قضاوت بشه، خب من میخوام تو درجه اول با خودت صادق باشی، به خودت حداقل دروغ نگی و هر موقع میخوام کاری انجام بدی صادقانه با خودت بیای بشینی، فکر کنی، بنویسی و انجامش بدی بدون هیچ پنهونکاری. چون که خودت میدونی که چه کاری درسته، چه کاری غلط، چه کاری راسته، چه کاری دروغ. منم تو این 5 سال خیلی سعی کردم، خیلی داستانا دارم که براتون تعریف کنم، شاید خیلی براتون جالب باشه، شاید هم باش بخندید، ولی میخوام به خودت برسی. نمیخوام یه راهو برای همه پیشنهاد بدم. درسته اهدافمون اشتراکات خاصی رو داره و میتونیم به خیلی چیزا برسیم، ولی یه راه برای همه جواب نمیده. اگه جواب میداد همه مدرسه میرفتیم، همه‌شون دکتر مهندس. نه، جواب نمیده. هر کسی باید راه خودش رو پیدا کنه و این راه به خودتو بستگی داره که چی رو انتخاب کنی، سمت چی بری و چه کارهایی انجام بدی. ولی تو قدم اول میخوام که با خودت رک و صادق باشی و به خودت دروغ نگی و آماده گفتگوهای بی پرده و رک همدیگه باشی. ببین خیلی جرأت این کارو ندارن که با خودشون هم حتی دروغ میگن، به خودشون که میدونن این دروغه بازم به خودشون دروغ میگن، به خودشون صادق نیستن. ولی تو میتونی متفاوت باشی، تو میتونی انجامش بدی، چون تو تصمیم گرفتی این ویدیو رو ببینی، همراه من و یه خانواده بزرگ باشی تا با هم دیگه این مسیر رو شروع کنیم و به پیش ببریم. من امیرزیلو هستم و اینجا کایزن لایف کوچ. ببینید نه من دکترم، نه مهندسم، نه روانشناس و کوچ، هیچ کدوم. گفتم منم یکی مثل خودتونم که 5-6 سال تو این فازا هستم و سعی کردم زندگیمو بهتر کنم و بهترم کردم، چون انتخابم بوده، چون خواستم این کارو بکنم. ولی سوال اینجاست، انتخاب تو چیه؟ تو چی انتخاب میکنی؟ اون نسخه بهتر خودتو میخوای یا اون نسخه ضعیفی که هیچ وقت نمیخوای بهش برسی؟ انتخاب خودت. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to